اینجا یکی از معدود کافه های هلسینکیه که سرویس سرمیز داره. امروز رفتیم سراغ یه جایی که اگه هلسینکی زندگی کنی اسمشو 100 بار شنیدی، کافه اکبرگ. چرا مهمه؟ چون اینجا از سال 1852 داره نون و شیرینی میزنه. یعنی نه فقط قدیمی ترین کافه هلسینکیه، قدیمی ترین قنادی کل فنلاند هم حساب میشه. اون موقع شهر اصلاً شکل امروز رو نداشت. خیابونا نصفشون هنوز نبودن ولی اکبرگ بوده و مردم نون تازه‌شو میخوردن. ماجرا از یه خانواده سوئدالاصل شروع شد، اسمشون اکبرگ بود و یه نونوایی کوچیک داشتن. ایده این قنادی رو از فرانسه آورده بودن که کم کم تبدیل شد به برند شهر. جالبیش چیه؟ هنوز هم اکبرگ دست همون خانواده است و 5 نسل اینجا رو چرخوندن. حالا فضای کافهش از اون مدل قدیمیاییه که عمدی نیست، واقعیه. همون میز چوبی و چراغا و همون حس قدیم ولی تر و تازه و تمیز. انگار از 170 سال پیش تا الان فقط سال تقویم عوض شده. فضا همونه. قهوه های اینجا یه طعم متفاوت داره و از همه مهمتر کیک ناپلئونی و کیک بوداپست اینجا خیلی خیلی معروفه. اگه بخوام بگم اینجا منو یاد کجا میندازه؟ یعنی اتریش و کافه اورینت تهران مثال خوبیه. ولی خب اصل داستان اکبرگ کافه نیست، قنادیه. اینا از اول نونپز بودن، بعد کافه زدن. واسه همین هرچی شیرینی و نون اینجا میدن یه جور نسخه اصلی محسوب میشه. مثلا خیلی از کیک‌ها و شیرینی‌های فنلاندی رو که الان همه جا میبینی اولین بار شکل استانداردش تو همین کافه اکبرگ درست شده. نون صبحونه‌هاش، اون کراسانای کره‌ای که واقعاً کره‌ان، جزو چیزایی هستن که مردم صبح براش صف میکشن. تارت لیمو، کیک‌های قدیمی، ناپلئونی، همش کیفیت ثابت و تمیزی داره. قسمت قنادیش واقعا از کافه مهمتره. یعنی حتی اگه قهوه نخوردی هم نخوردی. اینم قنادیشه. یه ویترین دارن که اصلا حال و هوای آدم رو عوض میکنه. میگی یه دونه بردارم و عوضش 3 تا برمیداری. در کل اکبرگ یه جای تاریخیه که هنوز هم داره با سبک خودش ادامه میده.